هداد یار امان 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 هی دلم راضی نمی باشد گلم با دیگران باشد داده کجا راضی شود بلبل که گلزارش خزان باشد داده ننالند بلبلان از گل گر خلد صد خار بر پایش فغان و ناله‌اش هی فغان و ناله‌اش از دست گلچین جهان باشد یاره دلبر دارم که تبش دلبر دارم که تبش از همه نازکتر است از گل و از سبزن و از برگ گل نازکتر است گفتمش یک بوسه ده یا از لبت یا از رخت گفتمش یک بوسه ده یا از لبت یا از رخت گفت عاشق چشم داری بین کجام نازکتر است گفت عاشق چشم داری بین کجام نازکتر است هی داده هی دلبر ما گل بادام چشمانش خمار ماهی تابانه ای دلبر ما گلی بادام چشمانش خمار ماهی تابانه هی دلبر ما گل بادام چشمانش خمار ماهی تابانه ای دلبر ما گلی بادام چشمانش خمار ماهی تابانه یه چشمان تو آهو بر را میماند یاره گل بادامه ای دلبر ما ماهی تابانه چشمانش خمار گل بادامه یه روی گل شبنم زده را میماند یاره گل بادامه ای دلبر ما ماهی تابانه چشمانش خمار گلی بادامه یه در این جوانی نظر بر ما کن یاره گل بادامه ای دلبر ما ماهی تابانه چشمانش خمار گل بادامه یه دنیا گذران از تو همین میماند یاره گل بادامه ای دلبر ما گل بادامه چشمانش خمار ماهی تابانه ای دلبر ما گل بادامه چشمانش خمار ماهی تابانه لب بام آمده دلم به فغان آمده 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 ای چشمان سیاهی تازه سنبول خوشی تو ای با نرگس پر خمار یالم کشی تو ای مردم میگنه کجا شد اقلوشی تو ای اقلوش من محو جمالی خوشی تو ای اقلوش من محو جمالی خوشی تو لب بام آمده دلم به فغان آمده 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 لب بام آمده دلم به فغان آمده
لب بام آمده دلم به فغان هی دلم به فغان آمد هی دلم در حلقه زنجیر زلف یار در بند است عجب رسمیست عجب رسمیست از من دیوانه میپرسن که ما چند است یا تشکر سلامت باشید. درود دوستان عزیزم، دوستان خوبم، باز هم برنامه جدیدی خاطره هاست روی اکران های شما با مقصد آن که لحظه خوب و فوراً بخشیده تواند در این شام و این شام باشد به یکی از موضوعهای بسیار هم دلنشین، بسیار هم شیرین دست زدیم. البته از روی آن سرودی که این حال پیشنهادی شما گردید با نام مورگی این را درک کردید و از این خاطر نیست به استودیوی سفینه دعوت نمودیم صنعتکاری را که هنوز از آوان جوانی در این جاده بسیار هم موفق گردیده. چهره آشنا، چهره صمیمی و گرم، مدیر بخش فرهنگ ناحیه شهر نو حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرامت با دسته نوازندگان خوش آمدید. تشکر. امروز که ما به موضوعی گفتیم بسیار هم خوب و بسیار هم دلنشین دست میزنیم، یعنی بیشتر از فولکلور تاجیک میگوییم، بیشتر موسیقی سنتی، موسیقی خلقی صدا میدهد و البته که این موضوع بسیار هم موضوع دوست داشتنی کلی بینندگان ماست، زیرا موضوع خاصه هم می باشد و چون شما بیشتر در همین سمت فعالیت خود را به راه ماندید و از آوان جوانی گفتیم موفق شده، چه خاطراتی پیوستگی دارید به آن سرودی که در آغاز پیشنهاد کردید بهر بیننده برای فراغتشان؟ همین سرودی مورگی در کتاب استاد نظام نورجانوف پروفسور جای مخصوص دارد. مخصوص کتاب مورگی را آنها به چاپ رسانیدند و تمام تجربه های هنرمندان را از سالهای پیش تا حالا روی قلم آوردند، به نوت در آوردند. سالهای پیش تنها با دایره میخواندند این سرود را و من با دایره سراییدم. حالا زمان پیش رفت و سرودهای مورگی را به موسیقی در آوردند، اسباب‌های موسیقی نیز همراه می شوند و باز تکمیل های بسیار زیبا کردند. مخصوصا جوانان بسیار حالا به مورگی خوانی رو آوردند. هم در سوخت، در شهر وحدت مورگی خوان‌ها هستند، در حصار، در همه جا جوانان خب یعنی که قوه می آزمایند، توجه دارند به صنعت قدیمه ملی تاجیک. صنعتکار اگر گوییم به یگان ژانر و یا یگان گوییم رشته صنعت توجه داشته باشد، این از آن خاطر که خودی همان شنونده و بیننده میخواهد همین رو شنود، یعنی گوش کردن میخواهد و بیایید اطراف آن حرف زنیم که تا چه اندازه دشوار است اجرایش، زیرا گوش کردنش بسیار هم فورم است ولی گرچنده به نظر فورم هم تابد بسیار دشوار هست. اکنون اینجا گفتم که کشش آواز به مورگی بسیار سرودهای منمون خلقی هم داخل می شوند که همون سالهای پیش اجرا می شدن. من هینا می بندیم، به دست و پا می بندیم. در همون کتاب یعنی که اشتر بچمان در بلندی هم هست، خب بله مرغک، باز اینو لپره که با چی میگن؟ با رقص اجرا می شود، با حرکت اجرا می شود و بعضی سرودهای خب پشتکی در بیدیر همه اینا یعنی که رقصای خودشون دارن، غیری که با دایره میسرایند باز با رقص یعنی که لپرها هم دارد. منم مثلا بله مرغک، منم بله مرغک بله با یک رقصای به خودش شوخ دارد. وقتی که اجرا میکنی با حرکت کمتر دشوار است. در سراییدن یعنی که سرودهای مورگی از ضرب به ضرب گذشتن هم نیست، بعضی مشکلی ها هست، همه آنها رو یعنی که به اجرا رساندن لازم است، احساس نازک داشتن. بله همون کشش آواز، بعضی کشش هایی که یعنی که باید شیرین باشد، همون از سالهای قدیم آمده هستیم. و به رپرتوار شما از کی این سرود وارد شده است؟ سرودی که حالا اجرا کردم این سرود همین سخنهایش در یگان جا نیست،
ما اینا خلقی یعنی که ایجاد کردیم، لیکن آهنگ مورگی است. راستی گپ از سال 92 اولین سرود من این عروس از ایثار شادمان بود، بعد سرود خلقی بود، بعد از آن از قرطاق آمدیم بود و سومش همین سرود مورگی رو من سراییده بودم که استاد هنرمند شایسته تاجیکستان سعیده فیضلی و رقص میکردن. تنها با دایره 4 قسمه من سراییده بودم همان وقت. پس از آن مورگی رو با اسباب‌های موسیقی نیز وقتی که در انسمبل جهان‌آرای خانه رادیو و تلویزیونی تاجیکستان بودم اون سال 90 وقتی که تشکیل شد، با موسیقی نیز یک سلسله سرودهای مورگی رو ما ایجاد کردیم. چند سرودهای مورگی نیست ما در خانه رادیو ثبت نمودیم. وقتی که ما درباره کسبیت حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرامت حرف میزنیم، نه تنها ما بلکه همگان دیگر صنعتکاران نیز در برابر یادآور شدن آن که یک صنعتکاری حرفه‌ای، یک موسیقی سازی بسیار هم خوب و ماهر میگویند، اینچنین نوآور نیز گفته حتما تاکید میکنند. و این را ببینید که نابسته از آن که شما سال 1985 شعبه اکتیاری دراما و کینو را در دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان ختم کردید، ولی شروع از همان لحظه های دانشجویی ذوق داشتید، شوق داشتید به ایجاد سرودها و خودتان نیز بارها تاکید کرده اید که من از آوان جوانی هم دانشجویی هم سرود می سراییدم و آهنگ نیز بعداً مثلا خودتان ایجاد می کردید. چگونه شد که شما از مثلا جاده کینو به آوازخوانی گذشتید ولی از همون دوره موفق شدید؟ ولی گویم بسیار هم خوب بود انتخابی شما البته، ولی همین رو یادآور می شدید. ما هنوز از آوان دانشجویی ما درس وکل می آموختیم. درس آواز رو ما اجرا می کردیم. استادان از اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی به ما درس می گفتن. از همون وقت برای که تئاترهای موسیقی در شهر خوجند، در شهر کولاب، در شهر خاروق، تئاترهای محزکوی موسیقی و تئاترهای موسیقی بودن، یعنی که ما متخصصان رو مخصوصا شخصانی که آواز داشتن و سرود خوانده می توانستند اکتیوران رو می آموختند که سرود سرایند و ما از همان وقت باز به کسبیت سرودخوانی آغاز کردیم. همین خیلی در تئاتر لختک نیز وقتی که من کار میکردم سرودهای کودکانه رو، آهنگ‌های قدرت‌الله یحیایف رو من خودم می‌سراییدم. هم به طور ثبت رادیویی بود در خانه رادیو، هم با زنده بعضی می‌سراییدیم در همان وقت. این الهام از کجا سرچشمه گرفت که بیشتر رو آوردید به ایجادیاتی بدیعی خلق، ایجادیاتی دهنکی خلق؟ من هنوز از آوانی که در مکتب میانه رقم 52 خب شهر ایثار میخواندم، همون وقت ناحیه ایثار بود، همونجا کلوبی تاریخی کشورشناسی بود و استاد ملایف به ما درس میگفتن و سفرهای ما به جایهای تاریخی آغاز میافت و ما سفر میکردیم و همون وقت همون دل من به سرودهای خلقی یعنی که مایل شد. باز هنگام دانشجویی یعنی که ما از بین خلق من سرودهای خلقی رو ثبت کرده میگرفتم. یک مگنیتوفون داشتم، رفته با موی سفیدان با هنرمندان همین صحبت کرده که جایی که میرفتم کم هم باشد چیزی نباشد من ثبت کرده میگرفتم و بسیار سرودهای خلقی رو من از انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد ابوعبدالله رودکی از بایگانی همون دسترس کردم. کم هم باشد و اون رو یعنی که تکمیل داده می‌سرایم. بیاید برای فراغت بینندگان باز هم یک سرود دیگر رو پیشنهاد سازیم و بعدا صحبت رو ادامه دهیم. کدام سرود؟ میلش روی مال شال. مرحمت.
سرود روی مالی شالی بری رود و دان خالی و سرود روی مالی شالی بری رود و دان خالی نظره به ما نکردی نظره به ما نکردی دلکم از تو ملالی دلکم از تو ملالی دلکم از تو ملالی دلکم از تو ملالی هی یارکی جان به تو جهان را چی کنم به تو گل سرخی ارغوان را چی کنم به تو گل سرخی ارغوان بسیاره دل میل تو داره دیگران را چی کنم دل میل تو داره دیگران را چی کنم با سرود روی مالی شالی بری رود و دان خالی و سرود روی مالی شالی بری رود و دان خالی نظره به ما نکردی نظره به ما نکردی دلکم از تو ملالی دلکم از تو ملالی دلکم از تو ملالی دلکم از تو ملالی سر تا سری یا نه بنم نبود هرگز دلی عاشقان به غم نبود به غم دلی کیست بگو غمناک دلی کیست به غم دلی آن کسیست عاشق نبود به غم دلی آن کسیست عاشق نبود با سرود روی مالی شالی بری رود و دان خالی با سرود روی مالی شالی بری رود و دان خالی نظره به ما نکردی نظره به ما نکردی دلکم از تو ملالی 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 این سروده که عینی حال پیشنهادی بیننده گردید در برابر دیگر سرودهایتان از قبیل اویم جان، جوانی، بچگی، پرپری زلفان و دیگران یکی از سرودهای بسیار هم دوست داشتنی، بسیار هم دلرس و خاطرمان می باشد. ولی چه خاطراتی پیوستگی دارید در بابت آفریدنش، در بابت آن که بار اول سرودید و از آن لحظه ها تا به امروز خیلی سال زیاد هم گذشت گویه می شود؟ من راستیگه بگویم همین سرودی ضربه که اولی سرایدین یعنی که ضرب هفشک این یک ضرب معمول است در دنیا. با این ضرب استادان بزرگ ما استاد آدینه هاشیموف، دولتمند خالف، استاد ظفر نازیموف، استاد اکا شریف جورایف، عبدالله نظریف، ابراهیم کابلیف سرایدن. سخنهایش اول دیگر بود وقتی که سالهای 90 ایجاد کرده بودیم و در عصر گذشته یعنی سالهای 1990 پس از آن حالا کمی تغییر دادیم آن را یعنی که زمان همین را طلب میکرد پیشروی شد خیلی کم یعنی بعضی اوجوش و چی میگن نقراتش کم ایواز کردیم ما سالهای پیش میخوندیم در رادیو تلویزیون ای یارکی جانم تو کجایی تو کجایی تو کجایی با همین در ایران هم میخونن با همین ضرب انا لیلا میخواند جانمه در بخارا میسراین در تمام همین گوشه و کنار فارسی زبان ها در افغانستان نیز با همین ضرب این ضربی معمول است معمول است چون ریشه‌اش از یک جو سرچشمه بله بله این ریشه‌اش از همین کوهستان تاجیکستان است لیکن در روی دنیا در کجایی که فارسی زبان ها نباشد با همین ضرب سرود میسراین
میگویند که صنعتکاری موفق همون صنعتکاری است که هم قدمی زمان است و بیشتر برای تکمیل یافتن موسیقی زمان خود سهم میگذارد. و از کجا عموما درک میکنید، مشاهده میکنید که طلبات زمان الکی عوض شده است، دیگرگونه شده است، باید کاری کنید؟ نویگری که در صنعت وارد می شود بر یک دولت به دولت همسایش می گذارد. در زمان استقلال بسیار ترقی کرد، یعنی که جوانان حاضر با ارکستر سرایده ایستادند، هم ارکستر ملی، هم ارکستر سیمفونی، هم ارکستر استرادی و انسامبل های خلقی، یعنی که انسامبل هایی که با سازهای خلقی هستند، با اسباب های ملی تاجیکی. انسامبل های خلقی نیز در زمان استقلال بسیار شد، هم انسامبل های فولکلوری نیز بسیار شد. پیش کم بود، تنها در چشمه ناحیه واسع بود انسامبل دولتی گنجینه. حالا نگاه کنید در تمام ناحیه ها انسامبل های فولکلوری هست و این پیشروی است. در زمان استقلال گروه های فولکلوری بسیار شدند. من در حصار بابا جان ها، در شهرینو نسیمی قراتاق، در ترسونزاده قراتاق، خب در خوجند، در پنجکند، خب در من انسامبل بیبی جان ها هست با انسامبل بابا جان ها، در فیض آباد مثلا انسامبل فولکلوری نقض دارن. خب پانتومیم ها من در بدخشان اجرا میکنن، تنها اونها با دف گروه های فولکلوریشون چخیل نقض اجرا میکنن. یک مشهور از وقتی که همین ضرب بدخشان همین صدا میدید، همین به اختیار همین کدامی باشد دلش به تاثیر میکند، همون ضرب پا میجماند و رقص میکند، مثال به وجه میآید. کسی خوانده باشد اثرهای استاد اصلالدین نظاموف رو پورا تصویر کردگی است، تمام شاخه هایش رو تحلیل کرده استاد به قلم در آوردند که این اثرهای عصر، یعنی که صنعت ملی تاجیک رو جوانان بعد از سرای ما بعد از چند سال هم یعنی که با نوتا که هست با ضرب همش از خود میکنن. و حالا که سرود اویم جان رو پیشنهاد میگردانیم، بیاید اطراف اکنون خاطره های پیوستگی اویم جان حرف بزنیم، زیرا این سرود است که نه تنها سرود دوست داشتنی گمان میکنم خود شما بلکه کلی مردم میباشد و همگان دوستش میدارد. این سرود سال 1989 ایجاد شدگی بود. همان وقت من در کاخ فرهنگی کلخوز لنینیزمی ناحیه حصار کار میکردم و در اونجا انسامبل داشتیم، انسامبل ترانه، تئاتر لختک داشتیم. در همانجا همین سرود خلقی رو ایجاد کردیم. همین سخنهایش رو یکی از مطربان ما همان وقت بود، شادی تاشف، کمش رو آورد، به ما معقول شد و سراییدیم همین سرود رو. و در یاد دارید که چگونه انتخاب شد آهنگ به این سرود؟ چگونه ایجاد شد؟ اون وقت ما در همون خانه فرهنگی کار میکردیم، مطربان بودن و یک جای نشسته تحلیل میکردیم، ضربش یعنی که موسیقیش همش رو کار میکردیم. ما برای یک سرود همون وقتا خیلی یعنی دست جمعانه کار میکردیم، 1 ماه 2 ماه 3 ماه، خیلی سرودهای خلقی آسان میتافت. همون وقت همین سرود رو ایجاد کردیم. خیلی سالها شده بود این سرود رو نسراییده بودم، بعد از سالهای 2000 ممکن نسراییده بودم، از بس که برنامه خاطره ها هست و به خاطرم آمد همون آوانی در خانه فرهنگ کار کردنم، همین سرود رو باز با مطربان کار کردیم. ولی اگر این خیلی نظر کنیم، نابسته از آن که این سرود رو شما نسرودید سالیانی زیاد، اما اگر امروز هم در محفل ها صدا دهد و مثل این شام گوییم بسیار هم شنونده زیاد دارد و بسیار هم شاید خاطره های نیکی را بیدار سازد زیر یادهای ما. و بیاید پیشنهادی بیننده گردانیم و باز هم برنامه را مرحمت. هی بیا بیا آییم جان چشمان سیات قربان،
هی بیا بیا آیین جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیین جان چشمان سیات قربان ابرو که آیم دوم ما زلفک آیم چیلو چار ابرو که آیم دوم ما زلفک آیم چیلو چار کاش که می شدی به من یار هی بیا بیا آیم جان کاش که می شدی به من یار هی بیا بیا آیم جان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان آیم روی مالم میبست رگشتناش کپ که مست آیم روی مالم میبست رگشتناش کپ که مست خنده ها داره دلچست هی بیا بیا آیم جان خنده ها داره دلچست هی بیا بیا آیم جان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان روی حولی رفتگی آیم روی مال بستگی روی حولی رفتگی آیم روی مال بستگی دلکی من سوختگی هی بیا بیا آیم جان دلکی من سوختگی هی بیا بیا آیم جان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان هی بیا بیا آیم جان چشمان سیات قربان تشکر آوازتان خسته نباشد سلامت باشید عموما گیریم آن ایجادیاتی که آن موسیقی و آهنگ و سروده که مال خلق میگردد بسیار هم ماندگار است چرا که خلق انتخاب درست دارد زیرا اینجا گپ اطراف ذوق و سلیقه میلیون ها نفر می رود و همیشه که اگر مخلصان همین گونه یک انتخاب درست سلیقه خوب داشته باشند پس صنعتکاران هم همین گونه با راه راست می روند همیشه همین گونه سرودهای ماندگار را ایجاد می کنند و گویم امروزها در پرتو همین گونه سرودها چگونه است ایجادیات و چگونه سرودها ایجاد می شوند در پیروی بگوییم جوانها شوق و رغبتشان به سرودهای ملی نیز زیاد است سرودهای خلقی یک مقام خاص در ایجادیات آنها دارند و باز نو به نو ایجاد کرده ایستادند سرودهای خلقی عموما در دل خلق زود جای میگیرد وقتی که در کجا یک همون دایره صدا میدهد یا تبلک صدا میدهد به اختیار یا سرنای یا اسباب‌های ملی به اختیار خلق به همون طرف نگاه میکند یعنی یک دقت کس را جلب میکند این از قدیم است آخر در دل خلق آمده است خیلی که همین سرود الله همیشه فولکلور به می‌دراید بله. همون هم یعنی آهنگ دارد به دل همه جای گرفته است همین سرودهای خلقی نیست همش به دل خلق جای میگیرد و امروز هم گمان میکنم همین گونه سرودهای خوب و ماندگار رو ایجاد کرده ایستادید همچون مدیر بخش فرهنگ ناحیه شهر نو ایجاد کرده ایستادید با اهل گروه من راستیگه سرودهای خلقی برای بسیاری ها نوشتم ایجاد میکنم برای گروه های فولکلوری لپرها ایجاد میکنیم من لپری بابوش بابوش سرک سرک سراش لپری عروس برانی من انسامبل نسیم قرطا چند
سرودهای خلقی برای هنرمندان جوان نیز ایجاد کردم. هر شعر یعنی هر سخن آهنگ و مقام و جای خاصی دارد برای گفتن، ولی وقتی که به شعر آهنگ توأم می شود فراختر می شود دایره شنیدنش. و امروز بیشتر با کدام شاعران همکاری دارید و بیشتر به ایجادیات کدام شاعران رغبت دارید؟ از بسیار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک شعرهایشان را به آهنگ درآورده سرودم و حالا با بسیار شاعران همکاری داریم. مخصوصا شعرهای استاد نظام قاسم در ایجادات من جای دارد، استاد کمال نصرالله، استاد واریس. با بسیار شاعران همکاری دارم. شعرها رو یعنی که دسترس میکنم، به آهنگ میدرارم و میسرایم. و شده است که در همون رپرتوارتان، در همون ایجادیاتتان شعر را ناخودآگاه پیدا میکنید و بسیار هم از سبب معنایش برایتان پسند آمدن، بسیار هم به ایجادیات خلق نزدیک بودنش آهنگ میبردید. این خیلی حالت شده است؟ سرودهایی که میسرایم سرودهای معنی دارش نیز بسیار است. مثال سرود مادر، پدر، وطن، پند و اخلاقی در ایجادیات من موقع خاص دارم. از ایجادیات استاد لایق، میرزا ترسونزاده، از ایجادیات سعدی شیرازی، نظامی، سیدا، حکیم سنایی و قصه ها نیز سالهای پیش می سراییدم. به نزدیکی یک شعر استاد لایق را به آهنگ در آوردم که جوان میخواست که نامش یادگار ماند و آن را فکر کرد و گفت که من در روی سنگ می نویشم و در روی سنگ نامش را نویست، خواست که نامش جاویدان ماند. شاعر به وی گفت که این سنگ روزی می شود که دریا می برد به سنگ دیگر می زند، پاره پاره می شود، یا که از گرما سنگ می کفد و نام تو نیست می شود. پس چی باید کرد؟ پس باید تو یک خدمت شایسته بر دیار و بر خلق خود کن که در دل خلق محبوب مانی و نامت به نیکی سالهای سال یادگار ماند. یعنی که از استاد نظامی آن روز که تو 7 ساله بودی چون گل برای دانش آموزی است. سرود از نظام قاسم، یعنی سرودی خوشمخوان مرغ چمن، مادر من بیمار است، زندگی در خم و پیچت به خدا خسته شدم. و سرودی دولت سفر، از پس روزنه خاطره دیدنهایم، از پس پاده قشلاق دویدنهایم، سرسر یاله نترسیده جهیدنهایم، گوش ناکرده سخنها و پریدنهایم، لذتی کودکی و دیهی من بود و گذشت، آبی جوی بود مگر آن که دیگر باره نگشت. یعنی که درباره اون است که عمر یعنی که با ثمر گذراندن در کار، عمر دیگر گشته نمی بیاد. فیلسوف شعر بلند است که باید جوانان دانش آموزی کنند، کسب آموزی کنند. سرودهای پندآمیز و معنیدار نیز در ایجادات من موقع خاص دارند. سرودهای وطن پروری موقع خاص دارد. سرودهای بسیار آوازه نیز ایجاد کردم. بیشتر دست زدنی صنعتکاران به همین گونه موضوعهای خوب، موضوعهای روز گوییم در برابر سرودهای شوخ و سرودهای جذاب بیشتر ایجاد کردنی همین گونه موسیقی و همین گونه ترانه ها البته حرفه‌ای بودن صنعتکار را نشان می‌دهد. یعنی او از پی ساختن مکتب خاصه خود است و وقتی که استادان به همین گونه گوییم موضوعها دست میزنند و نه تنها همچون یک صنعتکار حرفه‌ای خود را نشان میدهند بلکه استاد زندگی هر یک شخص نیز میشوند. البته شاگردان درس عبرت میگیرند. و امروز اطراف تربیه شاگردانتان چی میگوید؟ وقتی که در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه کار میکردم، در آنجا از دانشکده ها بسیار جوانان به تجربه آموزی می آمدند و از آنجا چندش با ما همکاری دارد
و از هنرمندان دیگر که از من مثال خواهش میکند که یگان موضوع یگان و من البته یاردم میکنم. من شاگردان من همکاری من با بختیار آخیلوف، ارکین دینایف، ابوعلی ملیکوف، امردین مکرموف، مظفر شراف، کدام ژانرها رو که از من پرسیدن البته یگان مصلحت میپرسند من به آنها چنین دانش خودم یاردم میکنم. در اجرای نقشه های آینده گوییم در ایجادیاتتان موفقیت را باز هم تمنا داریم. باری دیگر خوش آمدید به استودیوی سفینه، بسیار هم خوشحال نمودید، بسیار هم شام ما را رنگین کردید. تشکر. و در آخر برنامه کدام سرود را پیشنهادی بیننده میگردانیم؟ یک سرود خلقی گلیا های گلای. این سرود همون سالهای پیشم معمول بود، یعنی که سرود کوهستانی برای بینندگان پیشکش میکنیم. عزیزان دل، با سرود آخران که نام گرفته است گلایار های گله، برنامه این شام خاطره ها را جمع بست میکنیم و مطمئنیم که یک برنامه خوب، یک لحظه های خاطرمانی داشتیم با شما. و با ما بودند حافظ خلقی تاجیکستان، عبیدالله کرامت با دسته نوازندگان. گله